الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنا بالله صدق الله نه والله بسم الله الرحمن الرحیم. نجیمی هستم، مدیر فروش شرکت تلاوند. خوشحالم امروز از طرف مدیریت شرکت تلاوند خیر مقدم میگم خدمت تمام دوستان آستادان عزیز که افتخار دادن و که عزیزشون در اختیار ما قرار دادن. به همراه دوستانم جناب آقای دکتر فرامرزی مدیریت فنی شرکت تلاوند، آقای دکتر بویگو از مسئولان گروه علمی تلاوند امروز در خدمتتون هستیم. با توجه به اینکه اولین نمایشی هست که در سطح استان شرکت تلاوند برگزار میکنه، دوست داریم یک تقابل دو طرفانه باشه. این نباشه که فقط من و استادان اینجا سخنگو باشیم و بقیه شنونده. دوست دارم یک ارتباط دو طرفه برقرار بشه. ما از نظرات شما، از تجربیات شما استفاده کنیم و بتونیم در راهبرد هرچه بیشتر اهدافی که مجموعه تلاوند داره بهره بگیریم. برنامه که امروز در نظر گرفتیم برای شما بعد از اینکه من معرفی مختصری از تاریخچه و فعالیت‌های شرکت تلاوند برای شما خواهم داشت، از صحبت‌های آقای دکتر عامری استفاده خواهیم کرد. بعد از اون جناب آقای دکتر دوربور مروری بر همچنین مجددا تشکر می‌کنم از تمام دوستانی که با توجه به مشغله زیادی که دارن در این وقت تشریف آوردن و ما در خدمت شما هستیم. من اول سوالی که دارم اینه که یک کلمه مازنی هست. شرکت تلاوند در سال 1356 با تأسیس یک مزرعه مرغ گوشتی به ظرفیت 170,000 قطعه اولین فعالیت رسمی خودش رو در صنعت دام و طیور آغاز کرد. بعد از اون اقدام به تأسیس مزارع مرغ مادر پرورش مرغ‌های گوشتی، مزارع تخم‌گذار، کارخانه‌های جوجه کشی مختلف در صنعت دام و طیور انجام داد و در ادامه کارخانه‌های تولید نهاده‌های دام و طیور رو بهش قدم گذاشت و ایجاد کرد. پس از اینکه در این زمینه به یک مقبولیت و اعتمادی در بین این سن دست پیدا کرد، این نیاز رو احساس کرد که در زمینه صنایع غذایی هم وارد بشه. همونطوری که تمام دوستان میدونن پس از در واقع سالها تحقیق میشه و تخم مرغ‌هایی رو با بسته‌بندی جدید از سوی وزارت جهاد کشاورزی شد و همچنین عنوان واحد تولیدی صنعتی نمونه کشور از سوی وزارت صنایع رو حذف کرد. در همین راستا تلاوند احساس کرد که میتونه در زمینه صنایع غذایی فعالیت گسترده‌تری داشته باشه. به همین جهت باز با توجه به تحقیقاتی که در شرکت تلاوند انجام گرفت، اولین شرکتی که در ایران و یکی از بهترین و مجهزترین کارخانجات تولید تخم مرغ مایع پاستوریزه در سطح کشور و خاورمیانه رو شرکت تلاوند تأسیس کرد. تخم مرغ پاستوریزه مایع به صورت سفیده جدا، زرده جدا و یا سفیده و زرده در هم
مورد مصرف صنایعی مثل شیرینی‌سازی، ماهی‌نه‌سازی و سس‌سازی هستش. حالا دوستان اگر پیغام داشته بودن میتونن از کارخونه تلاونگ هم سریع زمین بازدید داشته باشن که حتما براشون جالب خواهد. علاوه بر این موارد تولید تخم مرغ غنی شده با ویتامین ای و سلنیوم عالی یکی از افتخارات دیگر شرکت تلاونگه که علاوه بر این که بازدهی راحت تری داشته باشه، بازدهی بالاتری داشته باشه، مرغدار رو کمتر درگیر تهیه مواد اولیه بکنه. این تولید کنسانترهای شرکت تلاونگ، کنسانترهایی که در انواع مختلف، در سطح‌های مختلف با توجه به حالا نیازها و مناطق مختلف کشور تهیه شده در اختیار مرغدارها قرار گرفت. پس از اون مرحله و قدم بعدی که شرکت تلاونگ برداشت، مرحله تهیه دان، یعنی در مرحله‌ای که بیاد مرغدار رو کاملاً از بابت تهیه مواد اولیه اختیارش راحت کنه و اون هم دانهای ویژه تلاونگ بود که حتما دوستانم آقای دکتر فرامرزی در قسمت بعدی توضیحات کاملتر و فنی رو درباره اون خدمتتون ارائه میدن. این و دکترای دامپزشک هستن که زیر نظر مستقیم آقای دکتر فرامرزی فعالیت میکنند. وظیفه این گروه تبادل اطلاعات علمی روز دنیا با مرغدارها و افراد علاقمند است. جز بحث پشتیبانی که روی محصولات شرکت تلاونگ دوستان خود در انجام میدن، اطلاعات روزی که به خاطر در ارتباط بودن این دوستان با انجمن‌ها، کمیسیون‌ها و کشورهای مختلف دنیا دارن میتونن در اختیار علاقمندان و دوستان قرار بدن که اگر کسی مایل باشه ما خوشحال میشیم که این تبادل اطلاعات رو داشته باشیم. من بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، از آقای دکتر عامری خواهش میکنم که ما رو مستفیض فرمایند از صحبتشون و پس از اون در خدمت آقای دکتر بود باشیم با یه صلواتشون رو برد صنعت طیور کشور هستیم. من به نوبه خودم همه تولید کنندگان محترم عرض خسته نباشید دارم. قرار نبود که ما زیاد وقت عزیزان رو بگیریم و بیشتر مستمع باشیم، ولی که با توجه به وظیفه‌ای که به این جانب محول شد، از وظیفه چند دقیقه رو ما خدمت شما مزاحم هستیم. خدمت شما عرض بشه همونطور که همه دوستان مرغدار ما و اساتید من در اینجا مطلع هستند، با رشد روزافزون جمعیت انسان‌ها در روی کره خاکی نیاز به تولید بیشتر همواره احساس میشه و این نیاز به تولید همواره رو به گسترش هست. رشد بیش از حد جمعیت انسانی، رشد جمعیت بیش از حد جمعیت کشور خودمون ایران و همچنین بسیاری از عوامل از جمله ارتقاء سطح بهداشت و سلامت در سطح جامعه، همه این عواملی هستند که دست به دست هم دادن و امروز شاهد این باشیم که در واقع مرغداری به شیوه سنتی و گذشته چندان مقرون به صرفه نباشه. شاید در سالیان نچندان دور اگر شما نگاهی داشته باشید در سالن‌های کاملا پیشگیری به یک تکنولوژی کاملا قدیمی، چهارشاخه‌ای که قدیم مرسوم بود و با کمترین تجهیزات یک سری مرغ پرورش میدادیم، حالا یه مقداری هم تلفات میداد و نهایتا مرغ ما رو میخریدن، یه مقدار سود میکردیم و در واقع میشه گفت خدا رو شکر میکردیم. ولی که الان دیگه سیستم سنتی قدیم جوابگو نیست. ما چاره ای نداریم جز اینکه روز به روز سمت صنعتی شدن و به فراموشی سپردن روش‌های سنتی قدیم پیش بریم. ما همزمان زمانی موفق هستیم که بتونیم خودمون رو به عرصه‌های جهانی نزدیک کنیم، مرغی تولید کنیم که از نظر قیمت بتوانیم در بازارهای جهانی توان رقابت رو داشته باشیم. و این چه زمانی میسر هست؟ زمانی که ما بتوانیم قیمت تولید رو در واقع میشه گفت کاهش بدیم. و مرغدار موفق مرغداری است که بتونه هزینه‌های خودش رو
در بحث جوجه، در بحث دان و در بحث رشد نگهداری جوجه کلاً کاهش بده و بتونه خودمون رو به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم. من چند سال قبل، شاید 7 سال قبل یادم هست بود شهرستان خودمون شاهرود وقتی صحبت میکردیم میگفتیم آقا مرغدارا بیاین این تلویزیونی، شاید خیلی میخندیدن یا وقتی میگفتیم سیستم بسته رو اجرا کنیم خیلی خندیدنشون میگفتن آقا شاید توجیه اقتصادی نداره. ولی بعد از اینکه این روش‌های جدید اجرا شد، پافشاری شد، حالا یا به زور بود یا به روش‌های دیگه خواهش بود، الان شاهد هستیم که بسیاری از مرغداری‌هایی که در واقع اومدن روش‌های جدید رو پیاده کردن، استفاده کردن از روش‌های نوین کامپیوتری، از روش‌های نوین تولید، استفاده از هیتر، بسته کردن سیستم، کنترل عوامل محیطی، واقعا مرغدارای موفق بودن و خودشون رو نزدیک کردن به اون در واقع میشه استانداردهای جهانی. هزینه‌های تولید رو کاهش دادن و ما در حال حاضر هم چاره‌ای نداریم جز اینکه به این سمت بریم و این جهانی شدن و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی نه تنها در بعد تأسیسات که باید جدی گرفته بشه که تأسیسات نوین برای خودمون داشته باشیم، بلکه در بحث غذای پیور هم باید یک بازنگری رو داشته باشیم. یه زمانی می‌اومدیم ما میگفتیم آقا از ذرت و سویا مخلوط می‌کنیم می‌ریم، حالا می‌دونیم باید پروتئینش رو اندازه‌ای بگیریم یا میزان کربوهیدرات یا مواد مغذی موجود در اون رو اندازه‌گیری کنیم. به صورت سنتی یه چیزی رو یاد گرفته بودیم انجام میدادیم و هر صورت تولید هم شکل می‌گرفت. ولی که الان با افزایش قیمت جهانی ذرت و افزایش قیمت سویا، مرغدار موفق مرغداری است که بتواند از کلیه عوامل تغذیه حداکثر استفاده رو بکنه و مرغی رو تولید کنه که دارای حداقل قیمت باشه تا بتونه در بازار تولید خودش رو حفظ کنه. خدمتتون عرض بشه که استان سمنان در حال حاضر یه چیزی نزدیک به 7 میلیون قطعه در واقع مرغ و جوجه، مرغ گوشتی، مرغ تخم‌گذار و مرغ مادر داره که از این 7 میلیون قطعه تعداد قابل توجهی از مرغداری‌ها در شرق استان شهرستان شاهرود مستقر است و در مقام اول شهرستان سمنان و از سلطه قرار داره از نظر تولید مرغ از شهرستان شاهرود و فکر میکنم بعد از شهرستان شاهرود شهرستان گرمسار باشه و بعد داماغان و ما باید به این نکته اهمیت قائل بشیم و ارزش این تولیدات توی استان چیزی بالغ بر 32 میلیارد تومان که رقم قابل ملاحظه است و یکی از نکات بسیار مهم و جالب استان سمنان این هستش که پراکنش در این استان کاملا رعایت شده. خوشبختانه با وضعیت موجود مرغداری‌های ما کمترین میزان تلفات رو در بین استان‌های همجوار خودمون داریم. از اولویت‌ها و قابلیت‌های بسیار بزرگی در بخش صنعت پیور برخوردار هستیم و می‌تونیم این قابلیت‌ها رو توسعه بدیم و حرفی هم برای گفتن در صنعت پیور کشور داشته باشیم. و همه اینها مستلزم این هست که خودمون رو به شیوه‌های نوین تولید مسلح و مجهز کنیم که از جمله شیوه‌ها استفاده از در واقع مکمل‌ها هست، استفاده از فرمول‌های جدید تغذیه‌ای در صنعت طیور هست. خوشبختانه من امشب که برای این مسئله یکی از مسائلی بود که دوست داشتم خودم رو شرکت کنم تو این سمینار و با توجه به اینکه از صبح گرفتاری متعدد داشتم حیفم اومد واقعا از این قصه استفاده نکنم و از آقایانم خواهش میکنم که همین سمینار رو به صورت جدی در شهرستان سمنان هم مرغداری سمنان هم پیاده کنند. متاسفانه بحثی که ما الان درگیرش هستیم بحث استفاده از مکمل‌های قلابی در مرغداری‌ها هست. هم بعضی از افراد میان به صورت غیر قانونی قاچاق استفاده میکنن از پاکت شرکت‌های معتبر و خوشنام از جمله شرکت فلاوند پروژه‌ای که من در جریان هستم و سابقه این شرکت رو میدونم، شرکت هستش که با خوشنامی در واقع در استان ما مطرح بوده و معروف بوده و الحمدلله در سایه همین خوشنامیش فروش خوبی هم فکر میکنم در استان سمنان دارن و عواملی هم در واقع به خطه سالهای گذشته برای پاکت‌هاشون استفاده کردن از جمله برچسب‌های هولوگرام هست و سایر مواردی که اطمینان رو به مصرف کننده محصول میده که این محصول واقعا محصول اصلی است. ما از همه دوستانی که در این بخش کار میکنن تشکر و قدردانی میکنیم. امید داریم که با برگزاری بیشتر جلسات آموزشی جهت مرغداری شهرستان شاهرود، جهت مرغداری‌های شهرستان
دوستان سمنان، دامغان و گرمسار همین جلسات رو برای اونها داشته باشن و در سایه همین جلسات آموزشی است که من فکر میکنم سطح آموزش در بین مرغدارهای ما افزایش پیدا میکنه و میتونیم محصول قابل قبولی رو مردم ارائه بدیم. و از همه دوستانی که عضو شرکت تلاوند هستن مصرانه میخوام که همچنان تولید کالاهای با کیفیت رو مد نظر خودشون قرار بدن، چون که هر جا ما رفتیم کیفیت رو فدای کمیت کردیم مسلما شرکت ضربه خورد. امیدواریم که این کیفیت همچنان حفظ بشه و از همه دوستانی که در تهیه و تدارک این جلسه تلاش کردن من تشکر میکنم و امیدواریم که باز هم دوستان رو در جلسات مشابه ببینیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت جناب. دکتر بوربور هستم، مسئول فنی کارخانه کنسانتره سازی شرکت تلاوند و عضو هیئت علمی پژوهشی این شرکت. لحظات وقتتون رو میگیرم، ببخشید. صحبت من در چارچوب دو بخش. اول یه صحبت خیلی مختصر در مورد بیماری آنفولانزا می‌کنیم، بعد میریم روی بخش معرفی بخش خوراک طیور شرکت. مسلماً در انتهای دوره نتایج مطلوب نخواهد داشت. سرمایه گذاری هم تو این زمینه خب نیاز به سرمایه داره، یعنی ما برای جنس خوب باید پول خوب هم پرداخت کنیم، البته در حد متعارف خودش. بحثی بود در رابطه با مسئله قیمت این محصول، بحث ریز قیمت‌ها که مربوط به نماینده شرکت تلاوند هست و ما وارد جزئیات اون نمیشیم. اما کلا پرداخت بیشتر در رابطه با فرض کنید همین دام ویژه‌ای که مطرح شد، این نتیجه شما در انتهای دوره ملاحظه می‌کنید با ضرایب تبدیل بهتر، با درصد تلفاتی کمتر، البته مثلا 30,000 تومان. ولی اگه این 100 تا تلفات رو در پایان دوره رو شما بدید، 100 تا 3,000 تومان میشه 300,000 تومان. بنیه جوجه‌های خودتون رو تقویت کنید. پرورش در طول 2 تا 3 هفته اول حکم چه عرض کنم، شما این بنایی که میخواد احداث کنید فونداسیونش رو محکم میکنید. شما از اول باید جوجه‌های خودتون رو قوی بکنید. ان شاءالله در مرحله که جوجه شما میخواد وزن بزنه، در اونجا میتونید اوتپوتش رو بگیرید. عرض کنم خدمت آقای مهندس کلانی از اساتید پژوهشی طیور دانشگاه رسول اکرم هستم و با تلاوند هم هیچ رابط و یا ارتباطی ندارم. فقط از مبحث علمی ایشون ما استفاده کردیم. سوال دیگه